دوستان عزیز سلام. آقا ما اینجا قراره که هر آنچه که اطلاعات داریم به شما انتقال بدیم. حالا من تصمیمی گرفتم، گفتم که یه سری ویدیو که برای خودم خیلی جذاب بود در مورد درز سرقت توی گالریم هست اینجا برای شما به نمایش بذارم که یه سری اطلاعاتتون بره بالا و شاید هم مثلا براتون جذاب باشه این فیلم ها رو ببینیم. ما سال گذشته رفتیم یه جایی، یکی از این درز ضد سرقت چینی داشتن، حالا دزد زده بود یا با هر دلیلی می‌خواستیم براشون عوضش کنیم. بعد یه چند سالی بود مشتری‌ها می اومدن پیش ما میپرسیدن آقا هم میگن این در ضد سرقت داخلشون کارتونه کاغذ اینا راسته؟ میگفتم من نمیدونم، ولی درایی که ما داریم داخلشون مثلا داخل اینا کارتون و کاغذ و اینا ما که ندیدیم تا حالا، ولی خب نه ندیدم همچین چیزی. بعد اینکه ما خیلی اتفاقی این در ضد سرقت رو که چینی هم هست رویشون فلزیه آوردیم زایاتی اینو باز کرد که مثلا چیزی داخلش به جز آهن نباشه و ما فیلمش رو گرفتیم. اصلا خودم هم شوکه شدم، واقعا دیدم که همچین چیزی وجود داره و دارای چینی قدیمی که الان روی خونه شاید بگم مخصوصا اونایی که مسکن مهر هستن یا مجتمع بزرگ هستن روی 90% خونه ها همین درای چینی نصب شده. فیلمش رو گرفتم، خیلی جالب بود. از اینا که رویشون فلزی لولا استیل دارن با پیچای آلن توکار. بعد یه تگ قفل هم هستن که خیلی ها میان به ما میگن که آقا اون درای قدیمی خیلی بهتر بودن، از بالا و از بغل و از پایین و اینا قفل میشد که واقعا اصلا درای خوبی نیستن. میگن رویشون فلزی، قفل مرکزی دارن. دوستان عزیز درای چینی مثل ماشین چینی میمونن، همه آپشنی دارن ولی آپشن ندارن، آپشن واقعی، فیکن، تمام آپشناشون فیکن. یعنی قفل مرکزی داره ولی یه قفل ضعیف، 4 تا لوله داخل خالی پوک با 2 تا سیم به هم دیگه وصل شدن، اصلا چیز خیلی مسخره. داخلش کارتون، رویش یه ورق خیلی نازکه که اگه مثلا پاره بشه از لولا در میرن اینا. و اینکه 5-6 سال هم هست اصلا وارد نمیشن. مخصوصا دردسر دارن اینا برای کسایی که شهرستان زندگی میکنن. اگه لولایی نمیدونم قفلی دستگیری چیزی اینا بشکنه یا گیر نمیاد یا خیلی به سختی باید تهیه کنین لوازمشون رو و نصب کنیم. گفتم خالی از لطف نباشه این ویدیو رو ببینید. مثلا ضد سرقت یا مثلا اینو بندش